با وبسایت ها، هوش های مصنوعی و امکاناتی که الان در دست داریم تقریبا دیگه میتونیم همه محدودیت ها رو از بین ببریم و خیلی راحت کارامون رو انجام بدیم. سلام همراهان عزیز مارکت نیوبی، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من علی جرمانی فرم و اینجا استودیوی مارکت نیوبی. توی این ویدیوی کوتاه ولی بسیار کاربردی و جذاب میخوایم در مورد 3 نکته صحبت کنیم که بهتون کمک بکنن زندگی راحت‌تری داشته باشید و با سری محدودیت‌هایی که در طول روز تجربهشون میکنید خداحافظی. اگر تا پایان ویدیو با من همراه باشید بهتون قول میدم که از این ویدیو خوشتون میاد و لایکش میکنید. پس بی معطلی بریم سراغ ویدیو. من ابتدا وارد سایت osmosis.org میشم، سایتی که برای یادگیری مدیسن یا پزشکی هستش و خب خیلی سایت خوب و به نسبت گرونی هستش. این سایت برای یه هفته فری هستش. خب من اینجا میام لاگین میکنم با اکانت قبلیم و خب اتفاقی که میفته اینه که من همین ویدیوی حالا ECG رو که اینجا میبینید مربوط به قلب هستش باز میکنم و برای من میزنه که خب من نمیتونم این ویدیو رو ببینم. اگر میخوام ادامه بدم باید بخرم این اکانت رو. حالا آفرهای مختلفی داره، من برای اینکه حالا میبینید اینجا قیمت‌هاش و شرایطش رو که چجوری هستش. خب من به هر دلیل شرایط خرید ندارم، میام ساین اپ میکنم و وارد سایت tempmail.org میشم. من این صفحه رو رفرش میکنم که ببینید چجوریه. رفرش که میکنم یک ایمیل جدید برای من جنریت میشه. میبینید که این ایمیل برای من جنریت شد. من این ایمیل رو کپی میکنم با همین دکمه، خیلی راحت و میام اینجا ساین اپ میکنم، اکانتمو مجدد میسازم، ایمیلمو همین ایمیل وارد میکنم، یه اسمی وارد میکنم، یه پسوردی هم خب خود گوگل رو میدم که بذاره برام و خب اینجا دکمه لتس گو رو میزنم که اکانتم ساخته بشه. و اتفاقی که میفته اینه که یه ایمیل برای من میاد و من باید اون ایمیل رو باز کنم تا اکانتم وریفاید بشه و بتونم یک هفته اون فری ترایلمو داشته باشم. خب میام اینجا میبینم که چقدر قشنگ ایمیل برای من اومده. من خیلی راحت با یک دکمه با یک کلیک این ایمیل رو باز میکنم. میبینید که اینجا لینک وریفیکیشن اینجا هست، راحت روش کلیک میکنم و به همین راحتی اکانت من وریفای میشه و من میتونم از امکانات این سایت استفاده بکنم بدون دردسر. دیدید که پولوش 1 دقیقه بیشتر طول نکشید، این پروسه حتی کمتر. خوبیش اینه که میتونید با آی‌پی مختلف ایمیل های مختلفی هم داشته باشید، چند تا ایمیل استفاده بکنید و اگر اون یک هفتهتون تمام شد دوباره یک ایمیل جدید بدید و دوباره توی این سایت لاگین کنید و نسبتا هم تازه است ایمیلش. اینجوری نیست که شما یک ایمیلی استفاده کنید بعد 1000 نفر قبلا استفاده کرده باشن. نه، معمولا ایمیل هایی که به شما میده خیلی تازه و بدون دستکاری شدن. میبینید که من الان این ویدیوی ECG رو سرچ کردم، اینجا باز میکنم و خیلی راحت برای من باز میشه. دیدید که چقدر راحت میتونید با داشتن یه سایت ساده با یه سری محدودیت‌هایی از سایت ها و نرم افزارها خداحافظی کنید. خیلی از نرم افزارها و سایت ها رو من خودم ازشون استفاده کردم، خیلی از VPN ها و چیزهای دیگه شما هم میتونید ازش استفاده بکنید و لذت ببرید. اما بریم سراغ چیزایی که از مورد اول بسیار کاربردی ترن، اینکه در یوتیوب و اینستاگرام چقدر راحت میتونید یه سری کارها رو انجام بدید. بریم سراغ صفحه کامپیوتر ببینیم که چیکار میشه کرد. مورد دومی که میخوایم در موردش صحبت کنیم محدودیت‌های ما برای دانلود از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و یوتیوب هستش. خب من به صفحه اینستاگرام مارکت نیوبی اومدم. اینجا یک پستی که اتفاقا در زمینه هوش مصنوعی هم هست باز میکنم، خود پست رو میبینم، از این پست بردارید خوشم میاد و میخوام این پست رو داشته باشم. خب کاری که میکنم اینه که حالا یا از این قسمت، حالا من با سیستمم میتونم لینکش رو کپی کنم، یا از این قسمت یا از همین تب بالا من میام لینک این پست رو کپی میکنم، میام به تلگرامم و خیلی راحت این مسیج رو لینکش رو تایپ میکنم این پست رو و اتفاقی که میفته اینه که باید بیام در این قسمت و پشت این اینستاگرام بعد از نقطه 2 تا دی بذارم ddinstagram.com. این لینک رو که بفرستم میبینید که خیلی راحت ویدیو برای من اینجا میاد و من به راحتی میتونم این رو سیو بکنم در هر جایی که دوست داشته باشم و خب ازش استفاده کنم و ببینید که تو سیستم میتونم خیلی راحت بازش بکنم. دیدید که چقدر راحت و چقدر لذت بخش میتونید فقط با استفاده از تلگرام خودتون ویدیوهای اینستاگرامی که دوست دارید رو با حد اکثر کیفیت و در واقع کیفیت اورجینال خودش
دانلود بکنید بدون هیچ گونه زحمتی. حالا بریم سراغ یوتیوب که دقیقاً همین مشکل توش هست و شما خیلی راحت میتونید این کار در یوتیوب هم انجام بدید. و حالا در مرحله بعد من میخوام یک ویدیو رو از یوتیوب دانلود کنم. خب من وارد صفحه مارکت نیوبی در یوتیوب شدم. میبینید که کلی ویدیو توی پیج ما هست، توی چنل ما هست. من مثلا میخوام همین ویدیو اول رو مثلا این مورد ببینمش و دانلودش کنم. خب من میام اینجا لینکش رو کپی میکنم. حالا میام توی تب جدید باز میکنم که لینکش رو از این بالا کپی کنم. میام اینجا لینکش کپی میکنم. اگه تو گوشی هستید میتونید از این بخشم از قسمت شیر لینک رو به دست بیارید. خب حالا میرم وارد تلگرامم میشم. یک بات به این آدرس رو من دارم و این بات رو باز میکنم. اینجا که وارد میشم میبینید که به من توضیح میده که چه فرمت هایی میتونه من بده، چه کاری میتونه من بکنه و خب من استارت رو میزنم. استارت رو که میزنید کافیه فقط یک لینک رو برای حالا تبلیغاتش هم هست، یک لینک رو کافیه که اینجا برای این بات بفرستید. در عرض تایم بسیار کوتاهی برای شما پروسس انجام میده. به شما میگه که چه فرمتی رو میخواید و چجوری میخواید فایل باشه یا میخواید لینک دانلود باشه. سمت چپی ها فایل هستن تو خود تلگرام و سمت راست لینک دانلود. جالبش اینه که میتونید اگر یک بخش از ویدیو رو هم خواستید کات یا تریم بکنید. به سادگی در اینجا یک توضیح خیلی کوتاه داره که فعلا بهش نمیپردازیم. خب مثلا من میخوام در کیفیت 360p این ویدیو رو دانلود کنم. کلیک میکنم. چند لحظه باید به بات زمان بدیم تا این ویدیو رو از روی در واقع یوتیوب دانلود کنه و بعد روی تلگرام برای شما آپلود کنه. میبینید که اینجا دانلود استارت شد و حالا به پروسه آپلود به تلگرام رسید که ممکنه این پروسه یک مقدار زمان بر باشه. البته با توجه به زمان و با توجه به سرعت اینترنت شما این قضیه خیلی متغیر و متفاوت هستش. ببینید که این ویدیو برای من اینجا اومد، تایمش هست، خیلی راحت داره دانلود میشه. من میتونم از این ویدیو استفاده بکنم. خب ببینید که دانلود شد و خیلی راحت داره پخش میشه و من فایلش رو توی سیستم خودم دارم. و نهایتا این نکته در نظر داشته باشید که محدودیت‌های زیادی وجود دارن که ما میتونیم با این روش‌ها، با این ترفندها حذفشون کنیم. اما چه بهتر که به جای حذف این محدودیت‌ها اگر چیزی فری نیستش و باید خریداری بشه ما هم اون رو خریداری کنیم و قانونی و درست ازشون استفاده کنیم. خیلی ممنونم که تا پایان این ویدیو جذاب با من همراه بودید و همراهی شما عزیزان واقعا برای ما یک افتخار بزرگه. اگر دوست داشتین این ویدیو رو لایکش کنید و چنل ما رو برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب. ممنونم ازتون و منتظر ویدیوی بعدی باشید. تو ویدیوی بعدی میبینم.